شام روز 8 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم صدیر ژاپاروف به بوستانسرای شهری حکومت جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به افتخار مهمان عالی مقام محترم صدیر ژاپاروف با نشان قدرشناسی در فضای دوستی و برادری محفلی شام دوستی برپا نمودند. ضمن سیر و گشت شامگاهی سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم صدیر ژاپاروف از نمایش محصولات تر و تازه از قبیل میوه و سبزیجات دیده نمودند. در راهروهای علایده یک گوشه زیبا و دلنشین بوستانسرا نوع و نمودهای مختلف محصولات کشاورزی با شکل و اسلوب خاص آرای یافته به مهمان پیشکش کردید. رهبر کشور همسایه با امکان و ذخیره‌های فراوان کشور ما در سمت استحصال میوه و سبزیجات خوش صفت و خشک میوه‌ها اینچنین نمودهای گوناگون طعام‌های خوش لذت شناس شدند. پرزیدنت قرغیزستان صدیر ژاپاروف برای مهمان نوازی خاص تاجیکی که از جانب رهبر دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ظاهر گردید اظهار سپاس و خوشنودی نمودند.